بوداپست شهری پر رمز و راز، شهری زخمی، زخمای عمیق، شهری باشکوه، شهری خسته، شهری که یک ترکیبی از کهنه و نو، نصفش روی کوه، نصفش اینور رودخونه است و بسیار بسیار دیدنیه. بوداپست هم اروپای قدیم داره، هم قصه های معاصر قرن 20 داره، هم داستان جنگ سرد و دوران تسلط شوروی رو تعریف میکنه، هم قصه آزادی بعدش رو تعریف میکنه. شهری که الان سالی 12 میلیون توریست میگن که میبیننش، تو 10 تا شهر اول اروپاست. از این نظر اصلا از اینترنت بپرسید کدوم شهر اروپا رو ببینیم، معمولاً بوداپستون بالاست، یا حالا کنار آمستردام و پاریس و پراگ و روم. و در 2024 شد ملکه دانوب جز مقاصد برتر ویژه ماه عسل، در حالی که چند دهه پیش همین شهر میگفتن مقاماتش که ما چی داریم نشون بدیم، چی به توریست بگیم بیاد اینجا چی ببینه، بیاد فاضلاب اونو